به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان گرامی، دانش آموزان عزیز. درس 31 است از سلسله درس های ترکی برای نوآموزان و در این درس باشد برای شما صدانک ها و همصداها را شناس میکنیم. ترک الفبسی، الفبای زبان ترکی. ترک گفته همون ترکی را در نظر دارند و الفبسی گفته الفبایی، ترجمهش می شود الفبایی. اما الفبا، تنها الفبا الفبه می شود. این سی که در اینجا هست سی الفبسی، یعنی این را چی میگن در زبان ترکی؟ سی ترجمهش در اینجا ای است، یعنی در زبان ترکی پیوندک اضافی ای، یعنی پیوندک اضافی ای، یعنی این کلمه رو با این کلمه می پیوندد. این رو در زبان ترکی پیوندک اضافی ای. خب الفبای زبان ترکی، الفبای زبان ترکی، ترک الفبسی، یا در زبان عربی گاه آنها کسره هم می آید. و در زبان انگلیسی اگر مقایسه با زبان انگلیسی کنیم گاه با معنای آف می آید. آف، یعنی مثلا میگیم جمهوری تاجیکستان، در زبان انگلیسی Republic of Tajikistan، Republic of Tajikistan. این تلفظ می شود. خب موضوع درس ما این نیست. ترک الفبسی، الفبای زبان ترکی. Ünlüler صدانک ها، sözler همصداها. ünlü گفته صدانک را میگویند. لر شکل جمع است، یعنی هایی که در اینجا است انا همون لر است. ünlü صدانک، ünlüler صدانک ها. Ünsüz همصدا، ünsüz همصدا، ünsüzler همصداها. در زبان ترکی 8 حرف صدانک است. ا، ای، او، ای، او، او، 8 حرف صدانک. این صدانک ها خیلی مهم هستند. 80-90% قاعده های زبان ترکی عبارت از همین صدانک ها هستند. یعنی کدام صدانک با کدام صدانک آید که چگونه جمع می شود کلمه، یا چگونه در پسوندهای زمان حال ساده، زمان حال استمراری استفاده می شود. مهم در گراماتیک زبان ترکی صدانک ها نقشی خیلی مهم رو بازی میکنند. خیلی نقش مهم رو بازی میکنند. بنابراین اینها رو از یاد کردن به نهایت مهم است. یعنی اگر شما این حرفا رو اگر از یاد به ترتیب ندانید، البته میشناسید ام، م، ن، پ، ر، اینها رو میشناسید، اما از یاد اگر ندانید باکی ندارد. لیکن اینها رو باید که از یاد دانید که چند صدانک هست. مثلا در گراماتیک زبان ترکی گاه میاد که برای جمع کردن کلمه، یعنی همین لر و لر، اگر آخر کلمه با صدانک ای، ای، او اگر پایان یابد پس لر جمع می شود، چون که در اینجا با صدانک او پایان یافته است. و اگر با صدانک های ا، او پایان یابد در اینجا لر جمع می شود. مثل لر، این خیلی جمع می شود اگر ا، او آید. اما در غیر صورت چگونه که گفتیم، یعنی ünlüler و اینها باشد همصداها. صدانک ها را برای شما خواندیم، باز یک بار دیگه میخوانیم. ا، ای، او، ای، او، او، همصداها
ب ج چ د ف گ یوموشک گ. این حرف در اول کلمه هیچگاه نمی آید. در بین کلمه می آید و در آخر کلمه می آید. این نامش یوموشک گ است. یوموشک گ. اما تلفظش به فکرم در درس های پیشین گفته گذاشته بودیم. آوازش یا تلفظش گاه در بین کلمه به معنای غ می آید، گاه به معنای غ عادی می آید، گاه به معنای او می آید، گاه به معنای گاه به شکل آوازی باز چی بود؟ گاه تلفظ نمی شود. مثل کلمه آج 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 همینجا تلفظ نشده ایستاده است. و این غ است، یعنی یوموشک است و سپس و چه آج آج. گاه به معنای یعنی گاه به شکلی همون آوازی که پیش از این است دراز کشیده می شود. آج آج آج. خب ه ژ و این حرف در زبان انگلیسی جی است، جی، اما در زبان ترکی ژ است. ژ ژ ژاندارما. ژ ژاندارما یعنی ژاندارما در درس‌های پیشین گفتم که پلیسی که سر و کار به دهات دارد. ک ل م ن ر س ش ت و ی ز. خب این بود درس 31 تا درس‌های نوبتی. خداحافظ.